حتی بین ابراهیم حربی حضرت وقتی که تعزیه برای فرزندش آمدن، فرزندشان میگد 7 ساله بود، قاری قرآن بود، حافظ قرآن بودن. وقتی برای تعزیهش آمدن ابراهیم حربی را که فرزند تو خیلی فرزندی خوب بود، حافظ قرآن بود، تعزیه که بیان میکردن به جانب دوستهاش گفت بر من تعزیه بیان نکنین، زیرا من خود دعا کردم که خداوند این فرزند مرا امانت گیرد و از دنیا بگذرد. شریکانش حیرت شدن، گفتن ابراهیم تو عالم هستی، تو زاهد هستی، تو خداتر هستی، خدا ترس هستی، چگونه در حق فرزندی خود دعا کردی؟ آخی این حافظ قرآن است و این به سن بلاغت هم نرسیده است. حضرت گفتن شب خواب دیدم. سبب دعای من گفت سبب دارد. یک شب خواب دیدم، گفت در میدان قیامت هستم و خیلی میدان گرم بود، آفتاب نزدیک بود و تشنگی بالای من غلبه کرد و نگاه کردم که یک صف دراز از جوانهای خرد کودکهای نابالغ در دستهای خود چینی آب دارند و دوان به پیش یکی از آنها رفتم، گفتم ای فرزند من، بر من کمی آب نصیب بگردان که حلق من آب میخواهد، تشنه ماندم. اون جوان به سوی من نگاه کرد و گفت تو پدر و مادر من نیستی، من طفل بودم در دنیا، نابالغ بودم، از دنیا گذشتم و امروز منتظر پدر و مادر خود هستم و این چینی آب باعث پدر و مادر من است. میگه وقتی اینو شنیدم هوس کردم که فرزند منم در صف اونها باشد تا که فردای قیامت برای همین ابراهیم حربی برای پدرش یک شفاعت کننده و یک دستگیر باشد. دعا کردم پروردگارا فرزند مرا از این دنیا رحلت بفرما، خدایا جان این فرزند مرا بگیر تا که این فرزند در قیامت دستگیر من شود. صدای شنیدم، بیدار شدم، گفتم فرزند تو از بالای پاریسه در زمین زد و هلاک شد. دعای من گفت در حق فرزندم قبول شد، با امید آنه که در روز قیامت برای من چی شود؟ سبکی شود. همین روز قیامت انشاءالله من به شما این صحبت مکمل و مفصل بر شما بیان میکنم، زیرا که کسی به قیامت باور ندارد به خدا قسم کافر است. کسی که به قیامت شیدنش باور ندارد و این مسلمان هم نیست.